و سوال دیگر این است که خواهر سوال کردند که نشید جایز و غیر جایز را به ما بیان بکنید. بارک الله فیکم. امروز امت اسلام مبتلا به نشیدهای شده است که نشیدهای بدعتی و بعضی اونها نشیدهای حرام می باشد. به زبان خدا میگم غزل یا نشید. نشیدهای حرام این نشیدهایی که در اون موزیک وجود دارد، آلت طرب، موسیقی وجود دارد. اون نشیدخوانان اهل بدعت به مانند سمی یوسف یا کسی نباشد که وقتی که نشید میخواند با آلت طرب، وقتی که نشید میخواند با موسیقی همراه میکند، این نشیدش گرچنده که لا اله الا الله باشد یا که الله اکبر میگه چیزی میگه، این نشیدش حرام است. گرچنده که سخنش بهترین سخن است، اما سخن حق را به چیزی حرام آمیخته کرده است که گوش کردن موسیقی، آمیخته کردن اون به حق، این خودش یک فعل حرام است و گوش کردن این هم حرام است. بارک الله فیکم. اصل حرام بودنش این حرام بودن موسیقی است، چه که برای حرام بودن موسیقی سوره لقمان 6 دلالت میکند. و من الناس ما يشتري لهو الحديث. لهو الحديث رو علماء و مفسرین قرآن میگن که لهو الحديث الطرب، موسیقی. و البته انسان وقتی که نشید را بسیار گوش میکند و از این آلت های طرب، موسیقی استفاده میبرد، یعنی نشید هایی که موسیقی آمیخته شده است از اونها استفاده میبرد، آهسته آهسته به دلش نفاق میسبزد. خیلی که عبدالله بن مسعود میگن الغنى تنبت النفاق في القلب. نفاق در قلب، غنا، موسیقی در قلب نفاق را میسبزاند، خیلی که باران کبودی را میسبزاند. و دومین نمود بدعت دومین نمود نشید بدعتی. یکمینش حرام بود، دومش بدعتی به نهایت صدایش را یک مثل موسیقی میکند. این نشید موسیقی ندارد اما صدایش را مثل موسیقی میکند که این هم جایز نیست و علما از این هم در صدر اسلام مردم را باز میداشتند و منع میکردند. اما سوم نمود نشیدی که معنی خوب داشته باشد، شعرهایی که انسان را به یک فایده و به فکر به یک ثمره اندازد و البته در این موسیقی و صوتهایی که مثل موسیقی است جو کردن نباشد و این جایز است و این در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وجود داشت. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه در روزهای عید نشید میخوندند، یا خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که مسجد را بنا میکردند میخوندند اللهم لا عیش الا عیش الاخره فانصر للانصار والمهاجره فاغفر للانصار والمهاجره، که با روایت حدیث این حدیث با روایت صحیح وارد است که پیامبر و صحابگان نشید خواندند. یا که نشیده که طلع البدر علینا، که وقتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم علی الصحیح تبوک می روند و در تبوک 20 روز می ایستند و رفته آمدشون تقریبا 2 ماه می شود. می روند 14-15 روز می روند 14-15 روز و در تبوک 20 روز می ایستند و همگی 2 ماه از مدینه نیست می شوند، بیرون می شوند، غایب می شوند. در این حالت اهل مدینه به نهایت پیامبر صلی الله علیه وسلم را یاد می کنند، مشتاق پیامبر می شوند و هر روز انتظار میشتند که کی رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از تبوک برگشتند همه نشید خواندند. این نشید اینطور بود که میگفتند طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور
أنت مصباح الثريا يا حبيبي يا رسول صلى الله عليه وسلم. و این یک نمونه از نشید جایز و نشیدی که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در حضور رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خوانده شده بود. اما در تاریخ در بعضی حالات آمده است که این نشید را وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم از مکه به مدینه هجرت کردند خوانده شده است. این روایت ضعیف است، بلکه وقتی که رسول الله از تبوک آمدند این نشید خوانده شده است. بارک الله فیکم. این بود سوال هایی که به شما جوابش را بیان کردم.